خب فکر میکنید همین کنستیتوسیای تاجیکستان بیشتر کدام حقوق‌ها رو به شهروندان میدهد و کدام شهروندان رو به چه وظیفه دار میکنه؟ کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق‌ها را حقوق‌های آزادی اول، حقوق آزادی برای هر یک شهروند تاجیکستان باشد و هر یک شهروند تاجیکستان حقوق آزادی را میدهد. حقوق آزادی یعنی انسان آزاد است که یعنی از در چارچوبه قانون در چارچوبه قانون عملی نمودن چیزهای خاصه خود را نماید. برای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان یکم برخونده؟ یک خیل ماده که به ما تعلق دارد ما در درس‌ها میخوندیم. خود کنستیتوسیا رو نخونده؟ نه. کنستیتوسیا همه قانون‌هایی که در تاجیکستان وجود دارد در درون آن موجود است. کنستیتوسیا از نگاه شما چی سند حقوقی است؟ کنستیتوسیا این سند حقوقی است که هر یک شهروند، هر یک گراجدانی باید همین اقلا همین کنستیتوسیا خودش و کنستیتوسیا دولت باید داند. شما کنستیتوسیا تاجیکستان یکم برخونده هستید؟ بله من خواندگی هستم و نه اونقدر برای خواندگی نیستم، برای که من چیز اختصاص من نه خیلی حقوق شناس نیست. من اداره کننده دولتی هستم، میآید وقت ساعتش میآید شد. نه خواندگی هستم نه اونقدر. مثلا اگر بگیم که ماده 19 کنستیتوسیا درباره چی است شما میدونید؟ نه من گفتم که نمیدونم، من اونقدر خواندگی نیستم. من شخصا خود شما با کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان شناس هستین؟ بله شناس هستیم که میدونیم که کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان از 10 بابو از 100 مونده عبارت است و سال 6 نوامبر سال 1994 قبول شده است و با طریق رایپرسیون خلقی. خب مثلا باب یکمش درباره چی نقل میکنه؟ باب یکمش درباره که جمهوری تاجیکستان دولت حقوق بنیاد سویسلول است. من که تاجیکستان دولت سویسلول است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قید کرده شده است. سال 2014 ما 20 سالگی کنستیتوسیا را جشن میگیریم. من کنستیتوسیا را یکم برخوندم. ماده 19 درباره چیه؟ ماده چند میدونی؟ ماده 3. چی است ماده 3 کنستیتوسیا رمزهای جمهوری تاجیکستان این گرب، نشان، گرب، پرچم و گیمن میباشد. سرودی می. تو ماده 3 چه میدونی؟ دیگر یکم مادهشو نمیدونی.